سلام و وقت بخیر. موضوع این ویدیو لایه واسط شبکه است که مربوط به درس مهندسی اینترنت میشه. این لایه اولین و پایه‌ای ترین بخش در مدل TCP/IP محسوب میشه و نقش خیلی مهمی در ارتباط مستقیم بین نرم افزار و سخت افزار شبکه داره و معادل لایه فیزیکال لایر و دیتا لینک در مدل OSI محسوب میشه. توی این ویدیو مرحله به مرحله به موضوعات زیر میپردازیم. اول با مفهوم و وظایف لایه واسط شبکه آشنا میشیم، بعد انواع کانال های انتقال داده رو بررسی میکنیم، روش های کشف خطا رو مرور میکنیم، سپس سراغ پروتکل های نقطه به نقطه مثل SLIP و PPP میریم. استانداردهای IEEE 802 رو برای شبکه‌های محلی معرفی می‌کنیم و در پایان هم یه مقایسه و جمع‌بندی خواهیم داشت. لایه واسط شبکه پایین‌ترین لایه در مدل TCP/IP است و مهمترین کارهاش اینه که داده رو به شکل فریم یا قاب سازماندهی می‌کنه، برای مشخص شدن شروع و پایان فریم ها علامت میذاره، آدرس سخت افزاری یا مک رو اضافه میکنه، خطاهای احتمالی رو با روش‌هایی مثل CRC شناسایی میکنه و در نهایت کانال‌های اشتراکی رو مدیریت میکنه تا تصادم داده کم بشه. کانال‌های انتقال به دو دسته کلی تقسیم میشن: کانال‌های هدایت شده مثل کابل‌های UTP یا STP که بیشتر در شبکه‌های محلی هستند، کابل کوآکسیال که پهنای باند بالاتری داره و فیبر نوری که برای فواصل طولانی و سرعت بالا استفاده میشه. دسته دوم کانال‌های هدایت نشده هستند، مثل امواج رادیویی در وایفای ماهواره و امواج مادون قرمز برای ارتباطات کوتاه برد. در کل پهنای باند هر کانال یکی از مهمترین ویژگیاشه. برای مطمئن شدن از درستی داده ها از روش های مختلف کشف خطا استفاده میشه. ساده ترین روش بیت توازن هست که فقط خطاهای فرد رو تشخیص میده. روش بعدی چکسام هست که با جمع XOR بیت ها کار میکنه و قوی ترین روش CRC یا کد کنترل افزونگی چرخه‌ایه که با محاسبات چند جمله‌ای انجام میشه و احتمال کشف خطا رو تا حدود 99.9% بالا میبره. پروتکل اسلیپ یکی از قدیمی ترین روش های ارتباط نقطه به نقطه است که قبلا برای خطوط تلفن استفاده میشد. قالب فریمش خیلی ساده است، یه بایت پرچم داده، دوباره یه بایت پرچم دیگه، ولی مشکلاتی هم داره. مثلا هیچ مکانیزمی برای کشف خطا نداره، فقط از IP پشتیبانی میکنه، نمیتونه آدرس IP رو به صورت خودکار بده و هیچ امکانی برای احراز هویت یا امنیت نداره. PPP یه نسخه پیشرفته تر و کامل تر از اسلیپ به حساب میاد. مزایای مهمش ایناست: از چندین پروتکل شبکه پشتیبانی میکنه، برای کشف خطا یه فیلد چکسام داره، میتونه تنظیمات اتصال رو از طریق پروتکل‌های LCP و NCP مذاکره کنه، آدرس IP رو به صورت خودکار اختصاص میده و از احراز هویت پشتیبانی میکنه. مراحل برقراری ارتباط PPP به ترتیب ایناست: از حالت dead شروع میشه، بعد میره به حالت establish، authenticate، network و در نهایت به حالت اوپن میرسه. استانداردهای IEEE 802 برای شبکه‌های محلی. انجمن IEEE مجموعه‌ای از استانداردهای X802 رو برای شبکه‌های محلی تعریف کرده. از بینشون 3 مورد خیلی معروفن: IEEE 802.3 یا اترنت که امروزه رایج‌ترین استاندارد شبکه است، IEEE 802.4 یا توکن باس که دیگه منسوخ شده، IEEE 802.5 یا توکن رینگ که بیشتر در محیط‌های صنعتی استفاده می‌شد. اترنت بر پایه روش CSMA/CD کار میکنه، یعنی هر دستگاه قبل از ارسال گوش میده، اگه خط خالی بود داده میفرسته. اگه تصادمی پیش بیاد ارسال قطع میشه و بعد از یه زمان تصادفی دوباره تلاش میکنه.
مزیت‌های اترنت اینه که ساده، ارزون، راحت برای پیاده سازیه. عیبش هم اینه که در ترافیک سنگین کاراییش پایین میاد و غیر قطعی عمل میکنه. توکن رینگ یه ساختار حلقه‌ای داره که توش یه نشونه یا توکن میچرخه. هر ایستگاه فقط وقتی اجازه ارسال داره که توکن دستشه. مزایای این روش اینه که در ترافیک زیاد خیلی کار آمده، زمان انتظارش قابل پیش بینیه و میشه برای فریم ها اولویت تعیین کرد. البته پیاده سازی و نگهداریش گرونتر و پیچیده تره و به یه ایستگاه ناظر نیاز داره. اگه بخوایم این دو استاندارد رو مقایسه کنیم، از نظر روش دسترسی اترنت از CSMA CD استفاده میکنه ولی توکن رینگ از عبور رینگ. در ترافیک سنگین توکن رینگ عملکرد بهتری داره، از نظر هزینه اترنت خیلی ارزون تره و از نظر قطعیت توکن رینگ قطعی تره در حالی که اترنت غیر قطعی عمل میکنه. به همین خاطر اترنت بیشتر توی دفاتر و خونه ها کاربرد داره ولی توکن رینگ تو محیط های صنعتی استفاده میشه. به جز این دو استاندارد معروف چند مورد دیگه هم وجود داره. IEEE 802.6 یا DQDB برای شبکه‌های شهری، IEEE 802.11 برای شبکه‌های BC که از مکانیزم RTS-CTS برای جلوگیری از تصادم استفاده میکنه و IEEE 802.4 یا توکن باس که ترکیبی از توپولوژی باس و روش توکن بود ولی حالا منسوخ شده. در جمع‌بندی باید گفت لایه واسط شبکه مسئول انتقال مطمئن داده ها روی رسانه فیزیکیه. پروتکل هایی مثل PPP برای ارتباط نقطه به نقطه ضروری هستند. اترنت به خاطر سادگی و هزینه پایین به استاندارد اصلی شبکه تبدیل شده و در نهایت انتخاب تکنولوژی شبکه بستگی به نیاز و شرایط محیط داره. در آخر ممنونم از وقتی که گذاشتین و توجهی که داشتین.